از اینکه امشب توفیق حضور در این مراسم بسیار مبارک و ارزشی در جمع صمیمی برادرها و خواهرای عزیز و نور چشمانمون در این منطقه دوست داشتنی که برای من سرشار از خاطره‌های زیبا و گذشته خیلی عالی و همچنین این روستای کوچک بزرگ، روستای کوران، باز هم خداوند و بسیار سپاسگزاریم. چرا میگیم سپاسگزاریم؟ چون دوباره نیاز داریم به چنین جلساتی، چون محتاج نعمتها و الطاف و توفیقات و عنایتهای رب العالمین هستیم، چون نیاز داریم، نیاز به سپاسگزاری و شکر داریم. این قدر شناسی و سپاسگزاری است که نیاز انسانو برآورده میکنه، نعمتها رو به کام میکنه، نعمتها رو ماندگار و پایدار میکنه و نعمتها رو برکت میده و افزایش و توسعه میده. پس ما نیاز به شکر داریم چون نیاز به نعمت داریم. اینو بدونیم که خوشبختی در اینه که باور داشته باشیم هر چی خدا به ما داده بر اساس رحمتش داده و هر چی خدا نداده بر مبنای حکمتش نداده. حسرت نیازهای و خواسته هایی که تحقق پیدا نکرده سبب یا مانع لذت بردن از نعمت هایی که تحقق پیدا کرده نشه. در حسرت نداشته هامون لذت داشته هامونو نابود نکنیم و از داشته هامون غافل نشیم. خیلی وقتا قدر نعمت هایی که داریم نمیدونیم، دلمون مشغول به چیزهایی که نداریم. اون چیزی که ندارید که ندارید، اون چیزی که دارید هم ازش غافلید، از دست دارید میدید. پس شدی بیچاره و بدبخت و مفلس واقعی. همه ما سرمایه داریم، سرمایه که فقط درهم و دینار نیست، همه من سرمایه داریم، همه من غنی هستیم، همه من منعمیم، بهره‌مند از نعمتهای خدا. در حسرت چیزهای جانبی که نداریم، نعمتها رو که داریم پایمال نکنیم. امشب دوباره یکی از شبهای پرخاطره هست، پرخطر نیست، پرخاطره. مجالس خوب
برنامه‌های خوب، جمع خوب و دوست داشتنی، اینا واقعا هیچ چیزی معادلش نیست. حالا سببش تولد عزیزی باشه، سببش جشن عروسی باشه، سببش درگذشت عزیزی باشه، فرقی نمی‌کنه. همونطوری که زندگی و زنده بودن و تولد جزو زندگی ماست، مرگم جزو زندگی ماست. انسان اگر نمیرد کامل نیست. مردن انسانم جز کمال انسانه. انسان اگر خوابالود نشه، خسته نشه، پیر نشه، گرسنه نشه، کامل نیست. صفاتی که در انسان صفت کمال هست، خیلی از این صفتها در خداوند صفت نقصه. اگر الله خسته بشه صفت نقصه، اگر الله نیاز به خواب پیدا بکنه صفت نقصه، اگر فنا به الله راه پیدا بکنه صفت نقصه، اگر الله گرسنه بشه نیاز به پدر، مادر، زن، بچه داشته باشه دیگه خدا نیست، صفت نقصه. ولی نیاز من و شما به پدر، به مادر، به زن، به فرزند، به غذا، به اکسیژن، به خواب، اینا صفت کمال انسانی است. پس مرگ و زندگی هر دو جزو کمال انسانی است و جزو زندگی ما و شماست. هر مناسبتی که ما رو دور هم جمع بکنه، و در اون جمع به کمالاتمون بیفزاییم، حرفای خوب بشنویم، حرفای خوب به همدیگه بگیم، عاطفه های زیبا، محبت های بیریا رو به نمایش بگذاریم، همدیگر رو تو اون جلسات، همایش ها، جشن ها، عزاها سیراب از محبت بکنیم، برخورد زیبا، تعامل خوب، نگاه خوب، احترام خوب، ادب خوب به نمایش بگذاریم، اون جمع میشه مبارک. اون جمع میشه خاطره های به یاد ماندنی زیبا که درش حسرت نیست. هر مجلسی که انسان مسلمان حضور داشته باشه، در آن ذکر و یاد و عظمت و بزرگی خدا یاد نشه، مثل این که در کنار لاشه مرداری قرار گرفته، خیلی بدبوست و اون مجلس جز حسرت و پشیمانی در دنیا قبل از آخرت چیز دیگه نداره. خودمون سبب حسرتمون نشیم، خودمون سبب پشیمانی خودمون در دنیا و آخرت نشیم. انسان خوشبخت کسیه که خودش از دیگران و تاریخ و امتهای گذشته درس و عبرت بگیره. انسان شقی و محروم کسی است که دیگران ازش درس و عبرت بگیرن. من و تو عامل درس و عبرت دیگران نباشیم، از دیگران درس و عبرت بگیریم. قرآن مملو از قصه های قرآنی است، داستان اقوام و ملت های گذشته با پیامبرانشون هست. هدف از داستان‌های قرآنی در قرآن یک تسلی بخشی به پیامبر صلی الله علیه و سلم است. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. ای پیامبر صبور باش همونطوری که قبل از تو برادران
صبور بودن در مقابل اذیت‌ها و آزارها. پس هدف اول از قصه های قرآنی تسلی بخشیدن به رسول الله صلی الله علیه وسلم هست در مسیر دعوت. دوم درس و عبرت گرفتن امتش هست از گذشتگان، امتهای گذشته، اونهایی که حرف خدا و رسول خدا، حرف خدا و پیامبرانشون قبول کردن، اذعان کردن، گردن نهادن، تسلیم امر خدا و رسول خدا شدن و فرستادگان خدا شدن، چطوری خوشبخت شدن. و اقوامی که حرف خدا و پیامبرانش را به زمین زدن و برخورد کردن، چطوری دچار عذاب الهی شدن. پس ما هم مد نظر داشته باشیم که تاریخ با همه خوبی ها و بدی هاش خودشو دوباره تکرار میکنه. تاریخ ما می نویسیم با خوبی ها و بدی هاش. سعی بکنیم که تاریخ نگار ارزشمندی باشیم. تاریخ همیشه دو نفر رو به بزرگی یاد میکنه. یک بزرگ در فتنه و قتل و خونریزی و ظلم و ستم، و دو بزرگی که حیات بخشه و سعادت بخشه، منشأ صلح و صفا و صمیمیت و انسجام و عشق و محبت و یک پارچگی است. کدوم یکی دوست داریم که تاریخ درباره ما یاد کنه؟ تصمیم با خود ما و شماست. جا داره من تبریک عرض بکنم بعد از این مقدمه به فرزند و نور چشم عزیزم، خیلی دوستش دارم، صالح کورانی، و همچنین به همسر محترمی ایشان، باز هم نور چشمم، و همچنین به دو خانواده محترم و دوست داشتنی و دو طایفه و همه شما عزیزانی که در این منطقه چه دور چه نزدیک همه طایفه و اقوام و خویشاوندید. و اسلام آمده این خویشاوندی رو مضاعف کرده و تقویت کرده. و به همه حضاری که از راه‌های دور و نزدیک آمدن، برادرها و خواهرها، تبریک و تهنیت عرض میکنم. این مناسبت بسیار میمون و فرخنده و مبارک، نه تنها بر خودشون مبارک بلکه بر همه کسانی که امشب حضور دارن مبارک باشه. انشاءالله با همون نیت خیر و خداپسندانه و انسان دوستانه‌ای که آمدید، با دست پر به خانه هاتون بر بگردید و زندگیتون سرشار از کمالات انسانی و ایمانی و اخلاقی و معنویت و موفقیت و سعادت و خوشبختی و روسفیدی و سربلندی و خاتمه به خیری، هم برای خودتون، هم برای خانوادتون، هم برای فرزندانتون و همه دوستان و علاقمندان. بگید آمین. خب تعدادی رو صندلی نشستن، تعدادی رو فرش نشستن، تعدادی از عزیزان ایستادن. به گفته عرب ما خالف، هیچ تفاوتی نداره. جمع وقتی درش تواضع هست، توهین نیست، کسی احساس نمی کنه که در این جمع اونایی که رو صندلی نشستن
اونها رو یه نگاهی دیگه داشتن، اونهایی که رو زمین نشستن، اونهایی که ایستادن روی تکه بلوکی نشستن، رو پاشنه در نشستن، تکیه به دیوار پشت بام. تفاوت برنامه‌های سالم و اسلامی تواضع است. کسی نیامده از کسی اینجا نقطه بگیره، دنبال نکته نیستن، به خاطر هدفی آمدن، حتی دنبال شام و شیرینی هم نیستن. خیلی وقتا تو مراسم‌های بزرگ، تو چنین مراسم‌های سخنرانی که تمام میشه، چه مردم میرن شیرینی هم میمونه رو دست. این حسنه. یه وقتی یه دعوتنامه فرستاده بودن، دعوتنامه زراق و براق، خیلی پر زرق و برق بود. در یکی از هتل‌های مطرح بندر عباس دعوت عروسی نوشته بودن. این دعوتنامه و یک کوپن شام، صرف شام تو دعوتنامه. این دعوتنامه و این کوپن صرفاً برای یک نفره بدون بچه. چون مثلا هتل هرمز، اگر کسی 6-7 تا بچه‌ش و خانمش و خواهرش و همسایه‌اش با خودش ببره، خب این واقعاً توهین به تو داره میکنه. خودت بیا بدون بچه‌هات. خیلی توهینا. به ظاهر تو هتل هرمزه یا تو هتل هماس یا تو هر هتلیه، چون هر پرس شام اون عروسی 100 تومن پای ما در میاد، فقط خودت بچت نخوره. ولی این عروسی ها اگه 10 نفر هم با خودت بیاری بدون دعوتنامه، خوشحال تر میشن. ما وقتی تو محلمون، تو خونمون عروسی این چنینی برگزار میشه، اولین مهمانهای ما وقتی دروازه که ساعت اول میان، فرزندان افغانی ما هستن، بچه های بلوچمون هستن که همسایه ما هستن. میبینید 50 نفر از این بچه های کوچک رو صندلی نشستن، زودتر از بزرگتران. اسلام برای حفظ کرامت انسانی آمده با همه تفاوت‌هاش. در اسلام، در جامعه انسانی و اسلامی، تفاوت‌هایی که خدا قرار داده وجود داره. یکی بدن پیچیده و اندام شیکی داره، یکی رنگ پوست زیبایی داره، یکی چشمای قشنگی داره، یکی مسئولیت داره، یکی فقیره، یکی سبزه تره، رنگ پوستش تیره تره، یکی مسئولیتی داره، یکی پزشکه، یکی مهندسه، یکی استاد دانشگاهه، یکی فرد عادیه، رفتگر شهرداریه، ناتور، نگهبان یک جایی، برزگر، کشاورز، دامداره، صحرانشینه. این تفاوت‌ها وجود داره. اما کرامت انسانی همه برخوردار. اون چیزی که باید بهش توجه بکنیم این که هر انسانی دارای کرامت انسانی است که باید به اون توجه بشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که بین بردگان و فقرا می نشست، اگر کسی اونو نمیشناخت باید سوال میکرد: من منکم محمد صلی الله علیه و سلم، کدومی که از شما محمده؟
امروز اگر یکی عالم دین حتما باید امامش اینقدر باشه، عباش اینقدر باشه. از دور شیخ الاسلام مشخصه. از دور که میاد لباس شهرته، لباسی غیر از لباس عموم مردم. و یک واژه‌ای که امروزه در کشور ما و در جهان اسلام مصادره شده، واژه روحانیت هست. ما روحانی به کسی میگیم که درس حوزوی خونده، علوم اسلامی خونده، بعد یه لباس خاصی داره، به این میگیم روحانی. در صورتی که میشه کسی درس دینی و دروس اسلامی و علم شرعی بخونه ولی روحانی نباشه، و کسی انجینر و مهندس و پزشک باشه درس دینی نخونده باشه چه روحانی باشه. انسان سه بعد داره: بعد فکری، بعد جسمیش و بعد روحی و روانیش. در اسلام هر کسی که به روحش بپردازه و روحش رو تزکیه بکنه این روحانی است. حتی اگر امامه نداشته باشه، حتی اگر عبا نداشته باشه، حتی اگر علوم اسلامی و شرعی نخونده باشه، هر کسی به روحش بپردازه و روحش رو تزکیه بکنه این روحانی است. حالا پزشک باشه، مهندس باشه، کشاورز باشه، زن باشه، مرد باشه، صیاد باشه، رفتگر شهرداری باشه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. فقرای مهاجرینی که از مکه با لباس تنشون هجرت کردند به خاطر حفظ ایمانشون و عقیدهشون و دینشون، رفتن به مدینه. در گوشه از مسجد النبی سکویی درست کردن که اون سکو معروف به سکوی اهل صفه. 70-80 نفر از فقرای مهاجرین اونجا میموندن، شب میموندن، همونجا هم غذا میخوردن. از بیت المال براشون خیلی وقتا رسول الله صلی الله علیه و سلم با اهل صفه غذا میخورد، شام میخورد. یکی از این اهل صفه ابو هریره بود که از فرط گرسنگی سنگ به شکمش میبست، ولی نزدیک به 5000 خورده حدیث روایت کرده. بیشترین حدیث رو از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت کرده. 2 همسایه، 2 دوست، 2 قوم و خویش روی بزی، روی یک دعوای بچگانه، بچه ها با هم دعوا میکنن، 5 دقیقه بعد با هم آشتی میکنن. بزرگترها 10 سال به خاطر 2 بچه با هم قهرن. که حتی نماز 5 وقت و نماز جمعه و نماز عید هم چاره‌شون نمی‌کنه. باور بکنید نه نماز 5 وقت چاره‌شون میکنه، نه نماز جمعه هفتگی، نه نماز عید. 10 سال با هم قهرن به خاطر یک کلمه. قرار نشده به هم دیگه چیزی نگیم. انسان جایز الخطاست و قرار نشده که همدیگه رو نبخشیم. این خیلی خطرناکه. این چیزها رو تو عروسی بشنوید. این سیرت ها
این زندگی نامه ها، این داستان های واقعی، اینها رو خوب بشنویم تا زندگی به کام ما و شما باشه، همیشه شاد باشیم. کسی که هیچ کس رو تو زندگیش تحقیر نمیکنه همیشه شاده، هیچ موقع حسرت نمیخوره، چون گاهی حرف بدی نزده، گاهی شرمنده نشده که معذرت خواهی بکنه. در سفر اسراء و معراج پیامبر صلی الله علیه و سلم جبرائیل پیشاپیش رسول الله حرکت میکرد. رسید بر قومی در سفر اسراء و معراجش، رسید بر قومی که قیچی دستشون بود، گوشت رانشون و بدنشون میچیدن میخوردن. گفت اینا چه گروهی از امت من هستن؟ گفت ادامه بده بعد بهت میگن. رسید به قومی که دهانشون باز میشه به اندازه دانه نخود، لوبیا، باقلا، سنگریزه از دهانشون میفته بیرون، بعد وقتی رو زمین میفته بزرگ میشه به اندازه یک گوساله، همون دانه سنگریزه به اندازه نخود لوبیاست. بعد دوباره میخواد، حالا همون سنگریزه‌ای که به اندازه گوساله‌ای شده، بزرگ شده، اول کوچک بود نه، حالا میخواد دوباره بر بگردونه تو دهانش، نمیره تو دهانش، خیلی بزرگ شده. گفت اینا چه گروهی از امت من هستن؟ گفت بد میگن. همینجور رفت تا عرش خدا، عجایب 7 آسمان دید و تا آخر. این 2 نکته شاهده. اونایی که قیچی دستشون بود، گوشت رانشون رو میچیدند و میخوردن، گفت اینا کسانی است که غیبت میکنن، مکلف میشن که گوشت برادرانشون و خواهرانشون که غیبتشون کردن بخورن. ما فکر میکنیم اگر تو جامعه همه نماز میخونن، این نمازهای خودمون ها، این جامعه دیگه اگه دیدیم مسجدشون پره، 5 وقتشو، جمعهشو، دیگه اینجا دیگه قطعه از بهشت روی زمین. نه، برید تو جامعه نماز نگاه بکنید که این مسجد که پره، آیا آمار غیبت چند درصده؟ آمار تحقیر چند درصده؟ آمار بهتان و تهمت چند درصده؟ آمار نمامی چند درصده؟ آمار فتنه انگیزی چند درصده؟ اونا هم بررسی بکنید. اگه اینا نیست، نمره نمازشون 20، چون ان الصلاة تنها عن الفحشاء و المنکر. ولی اگر اینا هست باید نمازشون رو از نو، من نمیگم قضا بخونن، از گردنشون ساقط شده بدون ثواب، بدون کارآمدی و کارایی. گفت اون گروه دومی که سنگریزه از دهانشون میافتاد، کوچک بود بعد بزرگ میشد به اندازه گوساله، بعد میخواستن بر بگردونن تو دهانشون نمیتونستن، اونا چه گروهی بودن از امتم؟ گفت اونا کسانی هستند که به زنها و مردای پاکدامن و عفیف بهتان و تهمت میزنن. فکر میکنن این تهمت زدن و بهتان زدن خیلی کوچکه، مثل دانه نخود و لوبیا است، به راحتی پرتش میکنن از دهانشون بیرون، یک کلمه خیلی کوچک. بعد که میفته روی زمین تو جامعه پخش میشه، آبروی طرف زیر سوال میره. امروز که دیگه فضای مجازی هست، مثل قدیم نیست. اگر کسی تو روستایی به زن پاکدامن یا مرد پاکدامن تهمت و بهتان میزدن،
همون اهل روستا در جا جهانی میشه. بعد که بزرگ میشه کل دنیا پخش میشه، طرف پشیمان میشه. اول فکر میکرد دانه ریزه به اندازه نخوده، بعد که پشیمان شد حالا میخواد اون حرفی که بزرگ شده قبلا مثل یک دانه نخودی بود، یک سنگریزه بود، حالا میخواد بر بگردونه تو دهانش. دیگه حرف پخش شده، حالا دیگه دهانش گنجایش نداره که بر بگردونه. اگه معذرت خواهی هم بکنه پخش بده. اگر میخوای گناه هم بکنی، گناهی بکنی که طاقتش داشته باشی. اگر میخوای گناهی بکنید، گناهی بکنید که با مردنتون اون گناه بمیره. بعضی موقع گناهایی میکنیم که طاقتش نداریم. بعضی موقع گناهایی میکنیم که خودمون مردیم، 100 ساله گناهمون زنده است بعد از ما. بر قبرمون نفرین میفرستن. عروسی جای شادیه. چرا من این حرفا رو میزنم؟ میخوام همیشه لبخنداتون ببینم. جامعه‌ای که درش تحقیر نباشه، توهین نباشه، بهتان نباشه، غیبت نباشه، فتنه نباشه، نمامی و درنگ و درویی نباشه. جامعه‌ای که همش سلام و سلامتی باشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند انکم لا تسعون الناس باموالکم، شما نمیتونید همه مردم با مالتون در بر بگیرید. منظورش یعنی سرمایه‌دار باشید، میلیاردر باشید که با پول به مردم همه رو جمع بکنید و همه رو در بر بگیرید. بالاخره پول هر چی که زیاد باشه کم میشه. ولی من شما رو راهنمایی میکنم به دو سرمایه‌ای که کل خلق الله رو میتونی در بر بگیرید و این سرمایه هم فقیر داره و هم تاجر داره و هیچ موقع پایانی هم نداره. یکی لبخند، یکی اخلاق. با لبخندتون همه رو در بر بگیرید. اگه روزی 1 میلیون فرصت داشته باشی لبخند بزنید، چیز ازتون کم میشه؟ فقیر میتونه لبخند بزنه، تاجر میتونه، شاه میتونه، رعیت میتونه، بزرگ میتونه، تاجر کوچک میتونه. پیامبر میگه صلی الله علیه وسلم لبخندتون صدقه هست. این سرمایه پایدار. دومین سرمایه اخلاق، حسن الخلق. هیچ چیزی به اندازه اخلاق ترازوی انسان مسلمان رو سنگین نمی‌کنه و هیچ چیزی به اندازه اخلاق خوب با مردم برکت در زندگی انسان ایجاد نمی‌کنه. علما میگن تقویت اخلاق در جامعه سبب توسعه روابط اجتماعی میشه. اگه با مردم صادق باشیم، با مردم رو راست باشیم، مردم رو تحقیر نکنیم، دشنام ندیم، تهمت نزنیم، شفاف باشیم، مردم رو دور نزنیم، بهشون خیانت نکنیم، کلاهبرداری نکنیم، حقشون رو نخوریم، به مردم نزدیکتر نمیشیم، مألوف میشیم دیگه. تقویت اخلاق در جامعه سبب توسعه روابط اجتماعی میشه. نفرت ها کم میشه، اعتمادها زیاد میشه. یکی از مشکلات جامعه ما و کشور ما بی‌اعتمادی بین انسان هاست. بی‌اعتمادی در کشور ما به اوج رسیده، کسی به کسی اعتماد نداره. خیلی بده که وقتی بی‌اعتمادی باشه
از همدیگه نفرت پیدا میکنیم، پشت میکنیم، فرار میکنیم. الفت نیست. تقویت اخلاق سبب توسعه روابط اجتماعی میشه. حالا وقتی روابط اجتماعی توسعه پیدا میکنه چه برکتی؟ توسعه روابط اجتماعی سبب توسعه اقتصادی میشه. من اگه 100 تا دوست دارم که قلباً و فکراً دوست منو دوست دارن، منم دوستشون دارم، هرچی تو جیبشون و تو زندگیشون هست مال منه. 1000 تا دوست داشته باشم، 1000 تا. کسی که فکرش و قلبش مال منه، جیبش هم مال منه. طبیعیه. بعضی انسان ها 1000 تا ماشین دارن، 1000 تا خانه دارن، 1000 تا مغازه دارن، 1000 تا کارخانه و شرکت دارن. چطوریه؟ 1000 تا دوست خوب دارن که قلباً و فکراً همدیگر رو دوست دارن. همه ظرفیت ها و امکاناتش مال دوستشه. اینا رو به نمایش بگذاریم. این حرفا رو میذارم که پسرم و دخترم صالح که اول زندگیشونه، تشکیل اولین جشن زندگی مشترکشونه، این معانی رو تو زندگیشون به نمایش بگذارن و الگویی باشن برای پدر و مادرای نسل آینده و این فرکانس های مثبت رو به فرزندانشون منتقل بکنن. میخوام یه خروجی داشته باشیم از این عروسی امشب. میخوام خروجی داشته باشیم. یعنی میریم خانه، این معانی تو ذهنمون باشه. میتونیم همدیگر رو ببخشیم. این بزرگترین انرژیه به جامعه. تو بخش مهران چقدر جمعیتش محمد؟ مهران دیگه 20,000 نفر. تو بخش مهران آیا 2 نفر هستن که با هم دیگه قهرن؟ خدا نکنه. اگر 2 نفر تو بخش مهران تو 20,000 نفر با هم قهر باشن، اون 20,000 نفر باید خواب از سرشون بپره. کل امکاناتشون به کار میگیرن که اون 2 نفر رو بر بگردونن. محبت و اون جوی محبت رو دوباره چه؟ این آیه رو شنیدید؟ حافظ قرآن اینجا خیلی زیاده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خوب دقت کنید این آیه رو. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. اگر اهل قریه، روستایی، لو ان اهل القرى، اهل قریه روستایی 2 تا ویژگی داشته باشن، 2 تا صفت. آمنوا واتقوا. ولو ان اهل القرى آمنوا، ایمان داشته باشن، واتقوا، خدا ترسی و تقوا داشته باشن. همین 2 تا صفت. نتیجهش چی میشه؟ دنباله آیه ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا. الله میگه ما باز میکنیم. الله میگه لفتحنا علیهم، بر اون اهل قریه، برکات من السماء والارض. نگفته یک برکتو. الله میگه ما خودمون درواز میکنیم. برکت هایی که در آسمان هست و برکت هایی که در زمین هست. حالا بیا تحویل بدیم. من وقتی می آمدم سوال کردم از مولا احمد همراهم بود که اولین چیزی که سوال کردم درباره این سد. خیلی دوست دارم هر وقت به این منطقه بیام برم سد رو ببینم.
ملا احمد بهم گفت که شیخ صد پره لبریزه. گفتم جدی میگید؟ چون چند مدت پیش آمدم با شیخ عبدالله آب پایین بود. گفت تخمین زده شده برای 5 سال این مخزن آب داره، امید به باران هم داریم. این کار بزرگ بهش میگن. این آب مایه حیات موجودات زنده است. در دنیا بعضی از باکتری ها بدون اکسیژن شاید زنده بمانند، اما بدون آب ممکن نیست. خداوند در قرآن گفته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وجعلنا، درسته؟ من الماء كل شيء حی. آیه درست خوندم؟ ما هر چیز زنده رو با آب مایه حیاته و جنگ جهانی آینده است و کشور ما یکی از کشورهایی است که با کمبود شدید آب مواجه است. یکی از علما نقل میکنه، میگه در گذشته شاید نمیدونم چند دهه در همدان قحطی آمد. آنچنان قحطی آمد در همدان که اسم اعظم خداوند در همدان نان بود. اسم اعظم خدا نان بود. خیلی عجیبه. یعنی چی نان؟ گفت آنچنان قحطی آمد که اسم اعظم خداوند نان شد. دیگه کسی صدا نمیزد یا الله. به جایی که اسم اعظم خدا بگن میگفتن نان. کم کم صدای ملکوتی اذان از مناره ها قطع شد. دیگه کسی اذان نمیگفت، همه میگفتن نان. کم کم نمازها کم رنگ شد، مساجد تعطیل شد. اسم اعظم خداوند در ایام قحطی نان بود. قدر این آبو بدونیم. این حیات جسم ما بهش وصله. یه آب دیگه هم هست. وقتی قحطی میشه بارندگی نمیاد، میرن قبله دعا تو منطقه خودمون. خطیب دست بلند میکنه، دعای استسقا میکنه. تو دعای استسقا 2 جمله میخونه از جمله دعاها. میگه اللهم اغث قلوبنا بالایمان. اللهم اغث قلوبنا بالقرآن. خدایا به داد دلهای خشکیده ما برس با آب حیات ایمان و قرآن. این روح و روان و دلهای خشکیده ما را آبیاری بکن، به دادش برس. این چشمه جیاش و فیاض قرآن
که آب حیات معنوی دلهای ماست. دنباله دعا و اغث بلادنا بالامطار، و به داد سرزمین های ما و بلاد ما برس با نزول امطار، این باران رحمت. خواجه انصار در کتاب تفسیر ادبی عرفانیش میگه که خداوند 2 تا کعبه بنا کرده، یا به تعبیر دیگر میگه 2 تا کعبه وجود داره. یکی کعبه درون و یکی کعبه بیرون. کعبه در بیرون هست در دنیا، ماده بناش از آب و گله. بانی این کعبه آب و گلی یکی از بندگان خداست به اسم ابراهیم خلیل، و طواف کننده این کعبه آب و گل انسان ها هستند. اما یک کعبه در درون داره از جان و دل، یک کعبه در درون داره از جان و دل. بانی اون کعبه درون اللهه و طواف کننده بر اون کعبه جان و دلم خودشه. این دلی که در درون سینت کعبه است که الله برش طواف میکنه، روزانه بر دلهای ما طواف میکنه. الله دل داده که دوست بداریم و فکر داده که خوب فکر کنیم، عقل داده که فکر کنیم، دل داده که دوست بداریم. پس اون چیزی که الله دوست داره دوست بداریم و اون چیزی که الله میخواد فکر کنیم. این منطقه خاطراته. ملتی دوست داشتنی، برادران و خواهران عزیز، درسته من الان کم میام ولی واقعا قلبمون پیش شماست. شما سرمایه های ما هستید، عزیز ما هستید، دوستتون داریم و دوست دارم این جمله رو همیشه بهتون بگم. من سیاسی نیستم که شما رو به سیاست بفروشم، من قومی نیستم که شما رو با قومیت بفروشم، من جناحی و حزبی نیستم، من یه فرد آزاده و مستقل همه تون رو دوست دارم و شما میوه های دل من و سرمایه های دل منید. ای کاش همه زندان ها تعطیل میشد، فقط یک زندان درش باز میشد، اونم زندانی به اسم قلب من که همه تون رو میبردم تو قلبم، محکومتون میکردم به زندان ابد، در قلبم رو میبستم، اجازه نمیدادم که خارج بشید تا ابد، همه تون رو تو قلبم زندانی میکردم. ای کاش در دنیا فقط یک زندان، اونم قلب برادر و خواهر که بر مبنای عشق و محبت بیرنگ و ریا برادر و خواهرش رو تو قلب خودش زندانی بکنه، اجازه نده بیرون بره و در همه زندانهای دیگه بسته میشد. امشب صالح، من تو کوران بودم. سال چند سالته؟ چرا این طرف نگاه میکنید؟ این هم بخاطر که یه لبخنده بزنه دو، یعنی سن و سالش میدونه ولی یه لحظه بیست و دو سالت میشه دیگه. من تو کوران بودم، عروسیه دیگه، خدا اشکال نداره قهقه بزنید، هیچ مشکلی نداره، خنده هاتون هم برکت و ثواب جدی. من تو کوران بودم، این ساله به دنیا آمد، کوچولو بود، من و شیخ هادی اینجا بودیم. مولا احمد آورد گفت اسم براش انتخاب بکنید، 2 نفری صالح رو انتخاب کردیم.
اینو میدونستی؟ خودش نمیدونم میدونه یا نه، ولی باباش میدونه. هر وقتی چیزی نمیدونید این دعا رو بخونید، هر وقتی چیزی رو فراموش کردید این دعا رو بخونید. اللهم علمنا ما جهلنا. خدای چیزی که نمیدونیم، آگاهی نداریم، یادمون بده، کمک بکن تا یاد، توفیق بده تا یاد بگیریم. و هر چیزی که میدونیم به دلایل فراموش کردیم یادمون بیار. یه مثال از علما و بزرگان بزنم. ابن تیمیه رحمت الله علیه، این عالم بزرگ و مجاهد نستور، برای اینکه تفسیر یک آیه قرآن بخونه 100 تا کتاب تفسیر در رابطه با اون آیه میخوند. بعد از اینکه 100 تا کتاب تفسیر میخوند دستش بلند میکرد، اللهم یا معلم ابراهیم علمنی، ای معلم ابراهیم، همینطوری که یاد ابراهیم دادید به منم یاد بده. حالا 100 تا کتاب تفسیر هم خونده. اللهم یا معلم محمد صلی الله علیه و سلم، ای معلم محمد، همونطوری که محمد رو یاد دادید به منم یاد بده. علمای بزرگ وقتی که معلوماتشون رو فراموش میکردن تا 1000 بار استغفار میکردن. امام شافعی یه وقتی معلوماتش رو فراموش میکرد، حافظش کمرنگ شده بود، رفت پیش استادش گفت حافظم ضعیف شده. شکوت الی وکی عن سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی و اخبرنی بان العلم نور و نور الله لا یهدی لعاصی. میگه وقتی معلوماتم فراموش میکردم، استادم به من توصیه کرد که خصوصا علم شرعی نور خداوندی است و نور خدا به انسان گناهکار داده نمیشه، استغفار کن. بعضی علما میگن تا 1000 بار استغفار میکردیم، بار 1000م ذهنمون روشن میشد، اطلاعاتمون یادمون میآمد. این استغفار کردن بوصله هست. بوصله میدونی چیه؟ عرب وسیله‌ای که انسانو راهو تو رو به راه برمیگردونه. جی پی اس بهش میگن، چه بهش میگن نمیدونم. این استغفار بوصله‌ای هست که وقتی تو از راه منحرف میشی و سرگردان میشی و گم میشی، دوباره تو رو به راه برمیگردونه. و پیامبر صلی الله علیه وسلم در یک جلسه شاید بیش از 70 بار این لباش بلند میشد، مینشست رو هم میگفت استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر. خب مجددا تبریک و تهنیت عرض میکنم این صالح عزیزمون و همسر محترمشون، براشون آرزوی موفقیت داریم. امشب این همه انسان‌های عاشق که مشتاق دیدار هم دیگه بودن، عزیزمون آقای کارانی امام جمعتون گفت که ما همه عاشق دیدار تو بودیم. منم میگم منم عاشق دیدار شما. اگه شما دل باخته و دل داده ما هستید، ما هم. گر در یمنی چو با منی پیش منی، ور پیش منی چو بی منی در یمنی، من با تو چنینم ای نگار یمنی، خود در عجبم که من تو ام یا تو منی. یه بار دیگه بگم، خواجه انصار میگه، خیلی زیباست این عارف بزرگ. یه گر در یمنی چو با منی پیش منی، میگه تو یمن اگه باشید قلبت منو دوست داشته باشه، قلبت با من باشه، مثل این که پیش منی، مسافت مشکلی نداره. و دیگه به من نگید که 15 سال نیامدید اینجا.
آمار داره 15 سال نیامدید اینجا. من همیشه میام اینجا. گر در یمنی چو با منی پیش منی، ور پیش منی چو بی منی در یمنی. پیش من باشید تظاهر بکنید من نیستم، من تو یمنم، خودت هم تو یمنی. گر در یمنی چو با منی پیش منی، ور پیش منی چو بی منی در یمنی. من اونقدر تو رو دوست دارم خود در عجبم که من تو ام یا تو من، یعنی دوتامون شدیم یکی. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر کسی به خاطر خدا دوست داشتید حتما بهش بگید، در گوشش بگید، تو دلت نگه ندار. حالا من امشب در گوش که هیچ، یعنی من چند تا در گوشی باید بگم الان؟ شب زمستانی هم میگه شب پاییزیه، شب پاییزی هم تموم میشه، ولی با من پشت این تلفن به همه میگم، فکر کنم لایو هم گذاشتم، نمیدونم هست یا نیست، ولی این مستند میشه پخش میشه. به همتون میگم انی احبکم فی الله، من شما رو به خاطر الله دوست دارم. جوابش چیه؟ خیلی قشنگه. اگر کسی به شما گفت انی احبک فی الله، من به خاطر الله شما رو دوست دارم، جوابش اینه، یه دعاست، لقد احبک الذی احببتنا فیه. اون کسی که تو به خاطرش ما رو دوست داری تو رو دوست بداره. لقد احبک الذی احببتنا فیه. این عزیزمان امشب بر محبت خدایی ما رو جمع کرد، جمعمون کرد تو عروسیش که همدیگر رو سیراب از محبت بکنیم و دوستی خوب و خدایی رو به نمایش بگذاریم و همدیگر رو بتونیم ببخشیم و محبت به اوج برسانیم و براش دعا بکنیم خداوند بهش برکت بده در زندگیش، در سلامتیش، در خانوادهش. ثمره این ازدواج یک، عفت و پاکدامنی، خوشنودی خدا و رضایتمندی خدا نصیبشون بشه، بگید آمین. دو، عفت و پاکدامنی که ثمره ازدواج نصیبشون بشه. سه، فرزندان سالم در جسمشون، صالح در اخلاقشون و مصلح و مفید برای جامعهشون خدا نصیبشون کنه. نصیب ایشون و همه بچه های ما و شما، بگید آمین. سالم در جسمشون. ما در استان هرمزگان بیش از 2000 تالاسمی داریم، نزدیک به 500 تا 600 نفرشون شناسایی شدن که پرونده دارن میان بیمارستان. وقتی این تالاسمی ها رو انسان میبینه واقعا جگرش پاره پاره میشه. سرشون شده به این بزرگی، 25 سالشونه، جسمشون نحیف، پوست صورتشون زرد خشک، خون ندارن. یه غفلت دو تا جوانی که عاشق هم شدن، دل باخته شدن، نرفتن آزمایش ژنتیک و خون بدن. گفتن دکتر چی میگه؟ ملا هست میبنده. ثمرش شده 2000 تالاسمی، غیر از اونایی که دیگه معرفی نکردن، نیامدن، براشون امکان نبود. حتما آموزش قبل از ازدواج، آزمایش ژنتیک، خون، که بعد حسرت اونها رو نخورید. بچه به دنیا بیاد معلول، 25 سال بعضی پدرها و مادرها این بچه رو نگهداری کردن، 3 تا بچه معلول. از همه دردناکتر این که 2 تا دختر معلولی که نزدیک به 30 سالشون بود در نتیجه غفلت پدر و مادرشون
بعد از اینکه دخترها 25 سال رسیدن معلول بودن، تالاسمی بودن، پدر از مادر جدا شد، مادر رفت شوهری دیگر گرفت، پدر رفت زن دیگر گرفت. و این دوتا دختر معصوم دارن زجر میکشن. اونا رفتن دنبال دلشون. خیلی صحنه های سختیه. مواظب باشیم، مواظب سرمایه هامون باشیم، کمک همدیگه بکنیم. من میخوام وقتی از اینجا رد میشم همیشه بوی خوش و احساس خوبی داشته باشم. فکر بکنم از توی یک بوستان گل محمدی دارم رد میشم که هم خوش رنگن گلها و بوتهاش و هم خوشبو و معطرن. شما این کار رو بکنید، بزرگ و کوچکتون، زن و مردتون، به هم دیگه قول میدیم انشاءالله. بزرگترا، تجار، شوراها، دهیارا، ریش سفیدا، معتمدین، اونایی که حرفشون خریدار داره، از همه ظرفیت هاشون برای آبادی منطقه، برای تزریق امید و حیات به منطقه، برای ایجاد انسجام، یک پارچگی، وحدت، شادی، صفا، صمیمیت، برای توسعه و توانمندی، آموزش مهارت‌ها، علم. وقتی یک نفر ترک تحصیل میکنه همه ماتم بگیرن، اونو بر بگردونن، جوانان رو داماد بکنن، فقرا رو نوازش بکنن، مریضا رو عیادت بکنن که امیدشون از دست ندن. کمک بکنید انشاءالله اینجا یک منطقه قطعه از بهشت باشه تو این منطقه در روی زمین، که وقتی انسان رد میشه فکر بکنه تو فردوس داره رد میشه. خب از حوصله همتون تشکر دارم. از ادبتون، از تواضعتون، از مهمان نوازیتون، تو سروانش هستید. خداوند بهتون پاداش نیک عنایت بفرمایه. جزاکم الله خیرا. من یه خواهشی هم در خاتمه عرایزم دارم که من 6 تا بچه دارم، 3 تا دختر، 3 تا پسر. من هم برای بچه های شما دعا میکنم، هم برای رشد و پیشرفتشون اون چیزی که در توانم هست انجام میدم، هم دعا و هم تلاش و حمایت. از این جمعم خواهش میکنم برای این 6 تا بچه های من دعا بکنن که خدا هدایتشون بکنه، خدا حفظشون بکنه، خدا ایمانشون رو کامل بکنه، علمشون رو زیاد بکنه، علمشون و خدمتشون رو مفید بکنه، انسانهای صالح و مسلم و خدومی برای نسلهای بعدی و بعدی باشن و خدا هم توفیق خدمتگزاری از باباشون برای دین خدا و خلق خدا و بندگان خدا این توفیق رو ازش نگیره و همه ما و شما در همه امورش و شؤون زندگی رو سپید و سربلند و خاتمه بخیر بشیم. خب دست هم دیگر بفشارید دیگه، همیشه عادت دارید دیگه، دست هم دیگه بفشارید، یه لبخند هم بزنید، همدیگه رو حلال بکنید. میچسبه یا نه؟